درود بر شما دوستان جان عزیزه دلم، خیلی خیلی خوش اومدین به استرانگولد 2. آقا ما اینجاییم با استرانگولد 2 بریم که کمپین شروع کنیم. چپتر 1. به یکم این بلند کنم ببینم چی داریم. بچه روسی نوشته نمیدونم چرا. کلا دیالوگ هم روسیه. خدایا من 10 تا ورژن دانلود کردم. اوکی ببینیم پادشاه کجاست؟ نه، توی قلعه نبود. شاید شایعات صحت داشته باشه ویلیام. اگه اون واقعا فرار کرده باشه چی؟ باید خودمون رو به اون قایق برسونیم. اوکی باید بریم سمت قایق بریم ببینیم. به طرف اون اوکی. دروازه. مطمئنا اونا سعی میکنن که جلومون رو بگیرن. خیلی خوب بریم اینجا و بعد مثل که چند تا نیزه دارن. بذار ببینم چه راه میرن. خیلی خوب اوکی بریزیم بزنید حمله. 2 تا اونا لرد جاسوسن، نباید فرار کنن. برو اون. حمله. حالا باید به طرف بالای رودخونه حرکت کنیم تا به اون قلعه فراموش شده برسیم. اونجا راهبا به کمکمون احتیاج دارن. اسبا رو ول کردن. واقعیت داره. اونا به دنبال پادشاهشون میگردن. به به آقا خیلی خوش اومدید به این پارت. تا ویدیوی بعدی. خب چپتر رو تموم شد. شاید نمکه. به زودی شما اولین مشاورتون رو ملاقات میکنید. تامسیکینز امیدوارم مشاور خوبی باشه. به هر حال حالا باید با هم خدافظی کنیم چون امروز زحمت زیادی برای پیدا کردن چند متحد کشیدم و خیلی خستم. تامسیکینز اول ویلیام معمولا سیکی. در مورد جنگ صحبت میکنه. در حقیقت اگه پادشاه مرده باشه یا اینکه فرار کرده باشه چرا ما باید بجنگیم؟ بعد سه آتیش هفته پیش چرا من سبز پیک بود؟ سر ویلیام بودم. اما حالا اوضاع تغییر کرده و سرزمینی برای ساخت یک قلعه در اختیارم قرار گرفته. Command of my own estate. این چی بود؟ چقدر بازی باگ داره. نمیدونم خیلی گشتم نسخه فارسیش بدون نقص باشه. باید یک پر انبار زد. بنا کنید. آتیش سبز روسی داره حرف میزن. البته روسی خوبه. بانوهای خیلی زیاد و عزیزی از انبار روس قلعه داریم. بنا کنید قربان. انبار قله بنا کن. ای وای میآیند. فکر کردم زدم هیچ ساختم غذایی در این انبارمونو. ماه توزیع. متیو استیل خودتی؟ فکر کنم از آخرین باری که دیدمت خیلی تغییر کردی. من و برادران به کمکت احتیاج داریم متیو. پلی که به صومعه منتهی میشه از بین رفته. چوب و سنگی که برای مرمت پل مورد نیازه در اختیارمون بذار. در عوض یه گله گوسفند و مقداری پول به تو میدی. اوکی. بله دوستان اینجا میخوایم برای یه گله گوسفند خودمون رو جر بدیم. فکر کنم چوب کافی باشه دیگه. آره اوکیه. پدر سوختی چوبو چی میبری کجا؟ البته کافیه 4 تا 5 تا سر 5 تا چوب بری. فقط یه سوال این چیه؟ کار شما خیلی خوبه آقای استیل، اما لطفاً عجله کن. ما مأموریت مهمی پیش رو داریم که تا همین حالا برای انجامش دیر شده. مردم شما را عزیز می‌دارن سرورم. این چیه؟ کلشون چرا شما در کدوه؟ حال افزایش است. محبوبیت رو سرم بخوره. این چی بازیه من دانلود کردم؟ آقا ببخشید باحاله. البته این الان مثلا نگاه کنیم باحاله این کلش کدوه، ولی بازم ببخشید حالا دیگه. بریم سنگ سازی بزنیم. سنگ سازی سنگبری بزنیم. همینا رو میتونیم بزنیم. خونه هم که من چرا هر سری دارم زوم میکنم میگم چیز اسپیس میزنم این زومش اینقدر میاد تو حلق بازی. هشتم این خیلی خوبه. کدو کلشه. اوکی پول چقدر دیگه مونده؟ 50% دیگه. او 50 دیگه‌شو سنگ میخوان فکر کنم. خیلی خب اوکیه. من یه 2 تا از اینا میزنم. غذا نمیشه هیچی نمیشه ساخت. اوکی بس صبر کنیم که سنگ بهشون برسه. آقا اوکی سنگمون رسید پول شد 92% و یه گاو به به این گاو عزیز دل
قربونت برم یکم سریع‌تر عزیزم. تندتر. اوکی سنگ بود داره جون بکنید. به به پل تکمیل شد همینقدر راحت. اینا چیان؟ دومه داریم. بعد اینا چیان؟ بذار ببینم اینا چیان. یه زوم بکنی چه باحاله. بعد چرا اینجوری هن؟ خیلی عجیب بود. دارم میرم کجا؟ او فکر کنم جنگه. ممنونم متیو. حالا که پل تعمیر شده برادران میتونن کارشون رو انجام بدن. منم میتونم به وظایفم برسم. اینجوری راه میره انگار خودش. گوسفندایی که قول داده بودم. متشکرم برادر جیکو. من باید به سر ویلیام خبر بدم. خدای من، حالا من با این گوسفندا باید چیکار کنم؟ به هر کدومشون یه شمشیر بدم و بفرستمشون جنگ؟ ایده خوبیه. ایده قشنگی بود. چی شده بارکلی؟ یک جاسوس در قلعه من وجود داره. گفتم شاید تو چیزی در این باره بدونی. اون کی بود؟ اونا 2 نفر بودن. اون جوونو تشخیص ندادم، اما اون یکی خب اون یکی کی بود؟ اون خیلی شبیه تو بود، دورا. خیلی جالبه. باید جلوی این کارو بگیرم. فکر کردم شاید بتونی این کارو برام انجام بدی. من میتونم، اما چرا به دوستمون آلاف یک کیسه طلای بزرگ دیگه ندادم؟ فکر بدی نیست. پس برادرم هنوز زنده است. این داداش سر ویلیامه؟ پشما. اوکی بریم میشن بعدی. شما تا حدودی با شرایط اینجا آشنا شدین آقای استیل. حالا اگه برای تهیه غذا برای نیروهاتون با مشکلی روبرو هستین، جایی در نزدیکی صومعه ما قرار داره که برای شکار خرگوش بسیار مناسبه. میتونین اونجا به تهیه غذا مشغول شین. ما رو از شر این خرگوشا خلاص میکنیم. متشکرم برادر. باید چند شکارچی رو به خدمت بگیرم. یک پیغام از طرف سر ویلیام دریافت شده. اون در حال مذاکره با تجار فیلمینگیه. اونجا زمستان‌های سخت و طاقت فرسایی وجود داره. به همین دلیل مردمشون به لباس نیاز مبرمی دارن. من در حال تهیه لباس‌ها هستم و سر ویلیام از من خواسته تا این کارو سریعتر انجام بدم. سر ویلیام گوه خورد. میره اونجا بعد میفهمه سرده. خوب قبلش میفهمه سرده دیگه. آقا باید پارچه بزنیم. گیوبسند ها کجا هستن؟ یکی شمشیری بهشون بدیم. کوف. ذخایر غلات ما بسیار کم هستند. اوکی بذار غذا تموم بشه من ببینم خرگوش کجا داریم. اوکی اینا فکر کنم خرگوشه. آره اینجا میتونیم بسازیم. بله همینجا به جز صومعه ما میتونیم بسازیم. غذا رو من میارم این بالا و اوکی این گوسفندمونه. هیچ غذایی در این ماه توزیع نشده. آها اوکی شد. من اینو سریع دیلیت میکنم میذارم اینجا. محبوبیت شما رو به کاهش است. محبوبیت من الان رو به افزایش میره. یه مقدار شکارچی ما بزنیم. در همین حین انبار جاش بده. جاش خیلی جالب نیست ولی اوکی میسازیم باش. یه 3 تا از این چیزای گوسفند گیوسفنده. شریقه جا میگیره. جاگیری. اوکی 1 2 تا یه 3 تا هم از اینا من نمیزنم. پشمام. بذار یکی دیگه میزنم و یکی هم اینجا. این 4 تا باشه فکر کنم جوابگو باشه. ذخایر غلات ما بسیار کم هستند. مهم نیست. الان اینو شروع میکنم بزدن. اوکی. به به. ذخایر غلات ما بسیار کم هستند. بابا زر نزن دیگه. دیگه. ترک قلعه هستند قربان. مردم بی خود کردن. ذخیره غلات ما رو به افزایش است قربان. من اینو بزنم سر 8 مردم زودتر بیان. تیره غذایی 2 برابر شده. این چقدر گوه میخوره. چرا اینقدر گوه میخوره واقعا؟ خب اوکی من یه دونه هم میذارم حالا. آقا بیا این پایین‌تر ببینیم چی داریم برای ساخت. هیچی. رسما دیگه بعد وایس اینا هم تعطیلن که زارت. بله دوستان سربازا رو داریم که شمشیر می‌خواستیم بدیم دستشون. بعد چرا گوسفنده همشون رو همن تو همن. مردم به سمت قلعه میان. آها پخش شدن. اوکی بذار ببینم. آره چی خوشگلن.
اوکی مردم به سمت قلعه آمدند. عالیه. دیگه زیاد پررو نشن. رفرش کنیم. خیلی خب ما اینجا سنگ زیاد داریم. یعنی چی؟ یعنی گاف کم داریم. سنگوری اینجا بزنم واقعا حیفه. نه تو شرفش نمیذاره یه دونه بیشتر بزنیم. این چی بود؟ محبوبیت شما در حال افزایش است. جمعیتمون مثل که اینجوری است و بذار ببینم من یه مقدار از اینا میزنم. اوکی سنگمون خوب شد. آره نمیتونم فروشگاه بزنم. خیلی خب دوستان ما دیگه تقریبا زیر ساختار رو انجام دادیم. بیس قلعه‌مون اوکیه. غذا 156 تا دونه است. همونطور که میبینید گوشت لال نمیری. کلا هر سری من ویدیو میگیرم یا توپق میزنم یا لکنت میگیرم لالم. و آره خلاصه چوبمون خوبه. سنگمون هم 240 تاست. 24 تا پشم و 2 تا پارچه داریم. این آمار رو داشته باشید تا دیگه پارچه ها رو تکمیل کنیم. پیامی از سر ویلیام. خب متیو برای تهیه لباسا باید عجله کنیم. کشتی‌های فلمینگی کشتی‌های اولافو دیدن. اون یک جنگجوی وایکینگه و با ورود شورشی‌های تحت فرمانش به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی‌کنن. پشم الان میگم گوسفندا زودتر علف بخورم پشم بدم. آخه گوسفند این بیشتر سرویلیام میفهمه. خب من چیکار کنم دیگه؟ به اندازه کافی از این چیزا ساختم که از این ورکشاپ ها. من فقط این وسطمون نمیدونم حالا یادمه یه جنگی میداریم و اولاف از اینجا حمله میکنه. این وسط من صرفا نگه داشتم اینجا رو من نگه داشتم برای اون موقع. پیامی از سر ویلیام. اولاف به طرفتون در حال حرکته و مردم فلندرز هنوز در حال اعزام کردن کماندارهاشون هستن. من یک فرد نظامی رو برای کمک و راهنماییت میفرستم اما لطفاً عجله کن. ما نابود میشیم سرورم. کسی نمیتونه جلوی اولاف وایسه. اون یه قاتل بیرحمه. میدونم که از عهده‌اش بر نمیای. بله تام سیکتیر سیمکینز. آره سیمکینز بود ببخشید. یه اشتباهات لفظی همش هست دیگه. تام سیمکینز مثل اینکه خیلی نگران جونمونه. بعد ما اینجا گوسفند داریم. آخه گوسفند با این پشمام باحال گرافیکش. اینا آخرین لباسا هستن سرورم. امیدوارم که سر ویلیام به فکر ما باشه چون ما کاملا بی‌دفاع هستیم. دلیلی برای ترس وجود نداره تام. مطمئنم سر ویلیام با نیروهای کمکی به زودی از راه میرسه. بله دوستان لباسا رو تحویل دادیم. اینم روسی گوه خورد و تام سیمکینز هم آقا سیمکینز هم نگرانه که بمیریم. اوکی بریم ببینیم چی در راه مونه. رفته شد. یه قلعه جدید میبینم. این یکی از راحت ترین جنگ هایی بوده که تا سربازه خوشگلی. شما در اینجا به من نیاز ندارید. من باید در جنگ دیگری در ساحل شرکت کنم. من آخرین باریو که اولاف به سرزمین ما حمله کرد و به خاطر میارم. اون همه چی رو نابود کرد و خانواده های بسیاری رو از بین برد. من تصمیم گرفتم اجازه ندم مردمم دچار چنین سرنوشتی بشن. نیروهای نظامی ویلیام رسیدند و در نتیجه نیروی نظامی مورد نیاز تهیه شد. خب ویلیامز مثل این که لطف کرده نیرو داده. مأمور نظامی جان برینگز در خدمت شماست. لباس‌ها به فلاندرز ارسال شدن اما خبری از سر ویلیام و کماندارانش نیست. ما باید خودمون با اولاف روبرو بشیم و با اون مقابله کنیم. ما به یه سربازخونه و یه اسلحه خونه نیاز داریم. باید هرچه سریعتر نیروها و ادوات مورد نیازمون رو تهیه کنیم. گستاخی مرا ببخشید سرورم. من قراردادی تجاری با یک تاجر محلی منعقد کردم. اینک میتوانیم همه این لباسای تولیدی ما را مستقیم به او عرضه کنیم. بله لباسا رو میتونیم بفروشیم. بسیار هم عالی. خیلی خب بذار من این وسط یه اکونومی واسه لباسا چیز کنم. من چرا میچرخم؟ یکی نیست به من بگی داری چی کار میکنی؟ با خود چندی. اوکی من تعداد زیادی رو چیز کنم. 1 2 1 و 2 1 و 2. آقا اوکی ما این وسط اسلحه خونه رو اینجا میزنیم. حالا هر چی که موند دوباره گوسفند میزنیم و یه مارکت هم میتونیم بزنیم. من مارکت رو میزنم اینجا
که با ام بزنم روش. فقط لباس میتونیم بفروشیم. بله بچه فقط لباس، یعنی هیچ راه پول در آوردنی بجز لباس نداریم. بسیار هم عالی. اوکی، یکی، دوتا و سه تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. اینجا رو نمیذاره بذاریم و 7 تا. من یکم نیزه سازی هم بزنم، یه دونه پول ندارم. متیو میخوایم به تو کمک کنیم، اما خرسای خطرناک به ما حمله کردن. اگه از شر اونا خلاص شیم میتونیم از جاده شرقی محافظت کنیم. روستاییان در اطراف خرس‌هایی دیدند. اینجا این نگران کننده است سرورم. اینجا قبی مصرف نباش. بله از دوستان، بودجه کافی برای تعلیم این واحد نظامی برخوردار نیستیم. به به، عالی. من قلعه رو میکشم، از اینجا میکشم و از اینجا هم میکشم. میخوام اینجا رو کامل پلم بکنم. پلم کنیم. خیلی خب، ببینم متیو کجا رفت. آقا متیو باک خورده. به در سخته بیا اینجا ببینم. خرسا پاره کردم. حالا یه 2 تا نیزه دارم میفرستم کمکت. گناه داری، یتیمی. 3 تا خرس داریم، 2 تا اینجاست و اینجا هم یه دونه داریم. اوکی، مشکلی نداره. خیلی خب آقا، من از بودجه کافی برای تعلیم بودجه این واحد ندارم. نظامی برخوردار نیستیم. بله بچه، بله همونجور که میبینید داریم نیروهای جر تازه میخوریم. مورد نیازن سرورم. نیروهای تازه هم میخوایم. نمیتوانید در این مکان یه بنا کنید. مقدار نیروی تازه هم داشته باشم. اینجا چیه؟ 32 تاست. اوکی، من میام یه کار میکنم. بعد اینا رو دیلیت میکنم. ببین، چون که پارچه سازی در آن واحد باید بذاره داخل انبار و بره و بیاد، خیلی مهم نیست. حالا مثلا گوسفندا کجاست، ولی پارچه سازی باید دل انبار باشه که بازدهی بره بالاتر. حالا یه چند تا از این گوسفند دارها بیزنیم. بزن دیگه، اینا خواهد تو سرت. نمیره متیو. نه بابا قویه. دوکیم. ما یک دوک. به نگاه، اصلا آدم عشق سلاح مورد میکنه نیازه. انقدر سرباز میبینه. بعضی از راهبه های ما که برای جنگ میان تو راه هستن. بله بچه، مثل که راه پا هم تو جنگن. اون یه دونه خرس هم خودش بمرد. من این رو میزنم که لورد بیاد این سمت، به اضافه 5 تا گارد براش میذارم. اینو به درد من نمیخورن، من فقط نیزه دار میخوام. اوکی، بذار ببینم چند تا او عالیه عالیه. بذار ببینم چند تا نیزه نمیشه خرید. نه، نیزه رو فقط میشه ساخت. بذار من افزایش بدم. پس 1 و 2 و 3 تا افزایش بدم. خود لوردم اومد، عالی شد. و اینا رو من سلاح مورد نیازه. داشته باشم. حقیقت ماجرا چون که لازمه یه رو در رو با هم فایت بدن، من میام یه گیت میذارم و چندین لایه گیت میزنم که اوکیه. عالی شد. میتونم اینجا هم گیت بذارم. اینجا رو هم ببندم دیگه. کی به کی چوب زیاد بره. جنگل بعد دستمونه. ببخشید. خیلی خوب. ما الان چند لایه داریم و اگه لایه اول رو خراب کنم و نیروامون کشته بشن، تا اینا رو خراب کنن، حالا یا دهقان میسازیم یا هیچ یه غذایی کاکی در تو این سرمون راه توزیع میکنیم. نشده است. به چه علت؟ کدام این علت؟ کلن رو هواست. بذار من اینجا رو کلن زیاد کنم. من اول گفتم خرگوش ها منقرض میشن ذخایر وگرنه غذای ما در حال کاهش هستند. الان در حال افزایش میشه عزیزم. آها اوکی، ما الان زیر ساختمون رو داریم. یعنی زیر ساختمون هم قوی شده دیگه. اینقدر تایم داریم فکر کنم. وسطش هم حمله میکنن یا تهش دیگه نمیدونم. سلاح مورد نیازه. 33 تا هم نیزه دار ساختیم. این 5 جانگولر باز هم داریم. نگه اینجا کن.
اصلا این صحنه کله کده بودن خیلی خوبه. اونا دارن میان. آقا اوکی مثل که اومدن. ببخشید من دوباره سرفم گرفت. نمیدونم چرا که سرفه میکنم. به به. همه بیاید اینجا. 5 نفرن. حالا تا 5 نفرن من یک دیلیت میزنم. هش اون ورش بازه. بچه همه سر این باشید. بریزید تارو مار کنید. بله لحظات حساس رو میبینید. بذار ببینم. نگاه سلای چارلای دیوار بود. این اون ماست آوردنش پایین. چقدر بدم از دیواری چوبی میاد. من این گیتو ببندم که سرخودی و حمله نکنن. اینا همینجا بمونن. 13 تا دیگه هم من میسازم. نیروهای تازه مورد نیازن سرورم. کنتور که نمیندازه. این گیت بسته است. اوکی. شما 13 تا هم بیاین اینجا. این یارو فقط همون 5 تا داد برای حفاظت از جاده های شرقی. نه تریکی. اوکی. الان دیگه فقط منتظر موند که مردم شما را دوست دارند قربان. مثبت 1 پس برای چی 93 صدش کنم. جدش ما اینجا نارضایتی نداریم. فوق‌العاده است قربان. جیره غذایی 2 برابر شده. با وجود سالها سابقه حکومت در استرانگهولد یه میم هست میگه من این شرایط برق رفتن ایران رو بهش انتقاد دارم به عنوان یک حاکمی که سالها قلعه های بزرگی درست کرده و پر از تجربه است. اونجا هم میتونم بزنم. من یه آدمی هم مثلا اگر الان اینجا من میتونم دیوار بکشم یعنی باید اینجا گیت بزنیم. نمیدونم شما همینجورین یا نه. دوست دارم کلا قلعه هام بخش بشن. بذار ببینم. خب من اینو الان بستم. شما مثلا خب نمیتونید. اوکی. یا مثلا الان اینجا باب یه گیته. من اصلا دلیلی نداره اینکه بگی چرا این کارو میکنی. دلیلی خاصی نداره. حال میده. مثلا اینجا الان شد یه منطقه به فرض مثال نظامی. هیچ کم نمیتونه بهش ورود کنه. حالا فعلا ما بازش میکنیم. هر گوشی از بودجه چیزی کافی برای تعلیم این واحد نظامی برخوردار نیستیم. هر گوشی چیزی باشه. آقا تایم تموم شد. برم بزنن اینجا. والا ببینم 60 نفر میخوای چیکار کنی. واسه من اینو یکم زوم اوت کنم. همتونم سر اینی. عالیه. تایم تموم شد. 1 2 فقط بریزید. فقط بریزید. شتک کنید و به 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 به. این ماست. اونا اینجان. اونا در حال فرارن. امروز شانس با ماست. سر ویلیام پیامی ارسال کرده است. خوشحالم که هنوز زنده هستین. متحد جدیدی بهمون ملحق شده، اما به کمک شما شدیداً نیاز دارم. همراه تعدادی از بهترین نیروهاتون به سمت من بیاین. پیکی که این نامه رو براتون آورده به مسیر آشناست. پدر تو قرار بود نیرو نظامی به من بدی ندادی. الان به من میگه بیا گم شو. فیوزو ببین. به ادوینه چپتر 2. به نظر میرسه من به اولین تجربه محاصره در جنگ دارم دست پیدا میکنم. من قوی ترین مردانم رو برداشتم. راهنما رو دنبال کردم و اونا ما رو به قلعه‌ای رسوندن که مردان ویلیام بیرون اون اردو زده بودن. بله مثل که ادوینو داریم. ای وای این گو. تو منو در برابر اولاف تنها گذاشتی. میدونستی که من به نیروهای بیشتری نیاز دارم اما اونا رو برام نفرستادی. چرا؟ کم بودن نفرات باعث شکست تو نشد دوست من. تو به روحیه و قوت قلب احتیاج داشتی تا برنده جنگ باشی. امیدوارم که این نکته رو هرگز فراموش نکنی. ما چرا اومدیم اینجا سرورم؟ اینجا قلعه بانو سرن نیست؟ خیلی باهوشی متیو. اون در حال حاضر سر ادوین وکفرای رو اونجا زندانی کرده. من یه نامه از طرف سر ادوین دریافت کردم. اون برای آزادیش زمیناش، عنوانش و نیروهاشو پیشنهاد کرده. سر ویلیام، تا جایی که من میدونم شما و بانو سرن قراره ازدواج کنین. این موضوع مربوط به مدت‌ها قبل متیو. حالا همه چی تغییر کرده. اون تصمیم گرفته با خائنینی که دشمن ما به حساب میان همکاری کنه.
خائن تویی؟ همه رو محاصره کنید. من در اولین نمی‌کنم. فرصت ممکن نردبونا رو بردارین و با علامت من از دیوار قسمت عقبی قلعه بالا برین. من این کارو نمی‌کنم. گاه خوردی لیدی سرن کراش حضرت بانو قربونش برم دورش بگم اصلا راه نداره. حیف که مجبورم. فقط یه سوال پدر سگ تو برای چی اینقدر نیرو داری بعد من هم یه شو سر رو دارم مال ما خار داره بعد میگه تو به قوت قلب احتیاج داشتی عجب تخم سگیه بذار نه بذار همه بیان اینجا خواستم از این تیکه اتک بدم ولی فکر کنم اگه از این تیکه برم یعنی از این کنج رد بشم و سوسکی از این سمت بیام اینجا دیگه درگیری رو داریم نمیشه کاریش کرد ولی میتونیم اینا رو بزنیم خیلی خب اوکی بذار سربازای ویلیام گویشون رو بخورن خب اوکی یه کماندار اینجا برای ما پاکسازی کرد آقا من دسته‌بندی میکنم شما یک باشید بچه‌ای که نمیدونن حالا برای بار دوم میگم کنترل و عدد رو بزنید خودش گروه بندی میکنه شما 3 باشید شما هم 4 باشید خیلی خب اول از همه 3 بالا متیو زود باش از اون دیوار برو بالا برای گه نشد آره 3 رو ما میکنیم سپر انسانی متاسفانه دیگه شید نداریم که بس ببینم بله اینجا میتونن سنگ بندازن او کماندار نیست همشون نیزه داره اوکی با بیاید بزنید به 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 عالی این یه دونه هم نفله کنید عالی 2 بیاد اینجا 4 هم بیاد اینجا خیلی خب ببینم بله یکی از یوزلس ترین و به درد نخورترین اتک های تاریخ رو سر ویلیام زد یعنی غیر از اینکه فوش ناموس بهشون میداد خیلی فکر میکنم تأثیر به سزا تری داشت و مثلا اتکی که داد فوش ناموس گاهی اوقات کاربردی تره مثلا ویلیام بهش میگفت پدرسگ اینا رویاشون میومد پایین غلط کردم میتونیم بریم تو؟ نه اوکی خیلی خب من یکم زومم هست صفم ما اینجا الان چند تا چیز داریم چند تا بومن داریم 2 تا بومن اینجا داریم برج خالیه یعنی صرفا این 3 تا رو باید بزنیم این فکر کنم گیت نه گیت یا گیت مخفی میدونم داشت این که کاری نداره این 2 تا هستن و این 3 تا بومن داریم و اینا هم که مهم نیستن نیزه دارش اوکی ما اینا رو میاریم اینجا و ایوای غلط کردم بومن برگرده من اول کار حالا اینا هم خیلی دیگه نمیرن خیلی خب از این 4 تا نردبون داریم 2 تاش بیاد اینجا کافیه فکر کنم بعدش اینا رو میفرستیم بالا روی دیوار نزدیک پرچم هاشون بشین اگه پرچم اونا سقوط کنه همه شهامتشون رو از دست میدن او این پرچم رو میگه خیلی خب الان فکر کنم میتونیم نیزه‌دار رو بفرستیم بالا من یه همه رو بفرستم این بالا بالا نمونید که به فاک میرید نیزه‌دار رو ایوای چقدر بدم از این باگی میاد نیزه‌دار برگرد به فاک رفتیم پدر سوخته غلط کردم همش مردم نه همش نمردم ایوای 10 تا موند کلا الان کل دارایی ما 10 تا کماندار و 30 تا نیزه‌دار و 4 تا هم از ایناست اوکی من از همینجا سوسکی واو کی میخواد بیاد اینجا بذار ببینم من اینا رو از این سمت میتونم رد کنم و بیارم به این سمت آره تونستم اینا رو من بزنم حالا به عالی دوستان ایوا کشتنش که
ای وای غلط کردم. بزنید همتون فوکس کن روی یه نفر، اشپیش زودتر بره. زدیم بابا، خبری نیست. اوکیه. ایزی. بعد ادوین گو واقعا، یعنی من به قلعه حضرت بانو لیدی سرن اتک دادم برای یه تاپاله مثل ادوین، واقعا زشته. یعنی اگر دست من بود تا 200 سال این کار نمی‌کردم. همتون بیاین داخل قلعه کماندار رو نتونم بزنم. قلعه از آن ماست. و آقا ادوین گو، اصلا قیافه رو نگاه کن، انگار 10 تا بیمار جنسی مثلا توی بدن هست. ایدز، اچ آی وی، هپاتیت نوع بی، نوع سی، نوع زد، نوع ای بی سی دی ای اف. شما جون منو نجات دادید. فکر میکردم تا ابد اسیر اون جادوگر هستم. جادوگر باباته. بله، من با چشمای خودم دیدم که جادوگری میکرد. ما باید جادوهای اونو از بین ببریم. خیلی خوب، دیگه کافیه. باید قبل از اینکه برگرده این جای لعنتی رو ترک کنیم. تو چیزی رو فراموش نکردی؟ اوه بله متیو، زانو بزن. زانو چرا؟ میخواد شک شوالی هم دارم میکنه. متیو بتونه یه شوالیه بشه. تو شایستگی بیشتر از اینها رو داری سر استیل. بله خیلی بهت تبریک میگم، اما میشه یکم عجله کنی؟ ویلیام، تو چی کار کردی؟ تو به خاطر این کارت پشیمون میشی ویلیام. آزاد کردن اون خانم بدترین کاری بود که میتونستی انجام بدی. قربون صدات. ای جونم به این تصویر، ای جونم به این زیبایی. ماشاءالله حقیقتا دلشکسته شدم. من میخوام به ویلیام خیانت کنم. چجوری باید این کار کنم؟ کسی راهکاری داره تو کامنت بهم بگه. من این برد رو نمیخوام. بانو از دستم ناراحت شد. البته هم نمیدونم من کیم. از همپیمانی با ادوین پشیمون شدم. قلعه‌ای که ادوین به من هدیه کرده در ناحیه مرزی قرار گرفته که یکی از دشمنان قدیمی کشورمون در اونجا مستقره. بیا دیدی؟ ادوین به ثانیه نکشید و من گفت من قرمسارم. آقا خیلی ممنونم از اینکه ما رو تا اینجا همراهی کردیم. فعلا تا همینجا کافیه. نمیخوام خیلی طولانی کنم پارتو و ویدیوها رو. دوست ندارم بیش از 30 دقیقه بشه که هم شما خسته شین یا خیلی بخوای تایم ازتون بگیره. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. امیدوارم پروردگار به جنوب ایران و ایرانی آرامش و صبر بده که چه بسا بتونیم این روزهای سخت رو با هم دیگه بگذرونیم. آقا خیلی واقعا ممنونم برای لطف نگاهاتون. فوق‌العاده بود تا اینجا ویوهایی که خوردیم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.